واقعا نام های الله سبحانه و تعالی زیاد است، لیکن اقلا کسی که 99 نام الله سبحانه و تعالی را حفظ کند و معناهای آن را فهمد و طبق معناهای آنها و طبق تقاضای معنای آن عمل کند، وارد جنت می شود. در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان لله 99 اسما 100 الا واحده. الله تعالی 99 نام دارد، یک کم 100. من احصاها دخل الجنه. کسی که آن نام ها را حفظ کند و طبق تقاضای آن عمل کند وارد بهشت می شود. یعنی 99 نام دارد معنای این را ندارد که الله تعالی همگی 99 نام دارد. الله تعالی نام های بی عدد دارد، ولی لااقل 99 نام الله تعالی را کسی که اگر از خود کند وارد بهشت می شود. بنابراین ما تصمیم گرفته ایم در شبکه بیان ان شاء الله یک لایحه داریم، در آنجا شرح نام های الله سبحانه و تعالی، شرح نام های زیبای الله سبحانه و تعالی است. در آنجا ان شاء الله نام های الله سبحانه و تعالی را یک به یک شرح می دهیم. در آنجا هر یک نام را علاهیدگی شرح می دهیم، برای آنکه واقعا نام های الله تعالی اولش این که این نام ها هم نام های الله سبحانه و تعالی نام های زیبا است، هم وصفی الله تعالی است. هر یک نام صفت دارد و احکام دارد، بنابراین شرح وسیع را طلب می کند.